این میدان کشت زمین نزد حولیگی بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه است. اینها کارمندان قسم خوجگیداری مؤسسه این لحظه ها برای به طور قطرگی آب ماندن این زمین چنین شبکه آبیاری را در این قطعه ساختند. خط قبورها همین طور راست و هموار با ترتیب معین برای حرکت آب طبق قاعده های پیش بینی گردیده کشیده شده است. با استفاده چنین اصول آبیاری زمین‌های نزد حولیگی نزد بیمارخانه راهبریت مقصد دارد آب را صرفه‌کارانه استفاده نمایند. در همین حدود بیمارخانه 50 سوتیق زمین کشت داریم، غیری زمین‌های مقصد باغ. ما همه یکم حاصل گرفتیم، 500 کیلو کچکه گرفتیم با بیمارخانه وارد کردیم. در بیمارخانه‌مون با کسالیو برای آشخانه وارد کردیم همین چیزا. این دیم حاصلمون حاصل قطرگی. دیم حاصلمون جگوری قطرگی ما همین پیشنهاد کردیم راهبر اجازه داد ما همین پیشنهاد کردیم قطرگی قطعی ما دیم حاصل باید بگیریم. غیری ما در اینجا محصولات پیاز کردیم، سبزی کردیم، خب اوکراپ گشنیج کردیم، کاریدیم همین را با آشخانه بیمارخانه تامین کردیم اینجا. استفاده مقصدناک زمین‌های نزد حولیگی این مؤسسه ساحه تندرستی در ناحیه واسه امکان داده است که طبیبان در قطار سبزیجات‌ها همچنین صدها کیلوگرم میوگی‌های شهدباری از لحاظ اکولوژی جمع‌آوری نمایند. 700 نمودی همین میوگی را داریم. انا بعد این بوین چی شنوندگیم؟ ارچه 170 تا زیاد ارچه شنوندیم. گل‌های موسمی شنوندگیم. همه چیزا را مقصد دویم آبمونی میکنیم، نگاه بین میکنیم. مقصد بیگانی آب میتیم که همین آب نس خوردد تا سری را دم بگیره. ماموریت بیمارخانه مرکزی ناحیه طور اطلاع دادن مقصد دارند که با کبوتر نمودن محیط مؤسسه با درختان سایه‌افکن و میوه دهنده در سمت سبزگردانی محیط سهمگذار باشند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.